28 میلیون رئیس ولایت خطلان دولتعلی سعید در ناحیه شمس‌الدین شاهین سفر کاری انجام داده در مرکز ناحیه بینای مرکزی خدمت‌رسانی را مورد استفاده قرار دادند. انشاءات مذکور در دایره کارهای بنیادکاری و سازندگی و آبادانی بخشیده به جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و رشد اینفراستراکتور ناحیه با اصول معاصر معماری و صفت بلند جوابگو به طلبات زمان معاصر ساخته شده است. اطلاع داده شد که ساختمان بینای مرکزی خدمت‌رسانی سال 2022 آغاز گردیده عین زمان کارهای ساختمانی به انجام رسیده است. انشاءات مذکور از دو آشیانه عبارت بوده. در آشیانه یکم آشخانه و در آشیانه دوم باشد مهمانخانه برای 12 جای مهیا کرده شده است. مبلغ ساختمان طبق لایحه 308,000 سومانی را در بر گرفته از طرف صاحبکار گلمدov ساکن دهه شورآباد جمعیت دهات شورآباد ناحیه بنیاد گردیده است. در ساختمان بنا زیاده از 8 نفر ساختمانچیان به کار جلب گردیده معاش آنها وابسته به کارهای به انجام رسانیده شده تا 3800 سومانی را تشکیل می‌دهد. با به استفاده دادن بینای مذکور 4 نفر ساکنان ناحیه با جای کاری دائمی تامین می‌گردند. رئیس ولایت خطلان دولتعلی سعید ضمن شناسایی با شرایط خدمت‌رسانی و امکانیت‌های موجوده بنا و صفت کارهای انجام یافته بهای بلند داده فعالیت آن را در وسیع‌گردانی اینفراستراکتور ساحه سیاحی خوب ارزیابی نمودند. رئیس ولایت جهت معرفی بیشتر تاریخ و فرهنگ، عرف و عادت، مهمان‌نوازی تاجیکانه، جلب متخصصان کسبی و بهتر کردن سطح و صفت خدمت‌رسانی به صاحبکار اظهار منتداری بیان نموده تشبث آنها را نمونه عالی و تندرستی معنی داد نمودند. همچنین در همین روز رئیس ولایت خطلان دولتعلی سعید در ناحیه شمس‌الدین شاهین ضمن سفر کاری در مرکز ناحیه شمس‌الدین شاهین بینای حمام جمعیتی را نیز مورد استفاده قرار دادند. باید گفت که انشاءات مذکور در دایره کارهای بنیادکاری سازندگی و آبادانی بخشیده به جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان و رشد اینفراستراکتور ناحیه با اصول معاصر معماری صفت بلند و جوابگو به طلبات زمان معاصر ساخته شده است. بینای حمام جمعیتی عبارت از دو آشیانه بوده. ساختمان آن سال 2022 آغاز یافته عین زمان کارهای ساختمانی به انجام رسیده است. حمام که دارای شرایط معاصر خدمت‌رسانی میباشد امکان دارد در یک وقت تا 20 نفر میزبان را قبول نماید. اطلاع داده شد که مبلغ ساختمان طبق لایحه 511,000 سومانی را در بر گرفته از طرف صاحبکار وطنی جهانگیر جامیف مبلغ گذاری کرده شده است. در حمام جمعیتی 3 نفر ساکنان محلی با جای کاری دائمی تامین گردیدند. رئیس ولایت خطلان دولتعلی سعید با کارهای ساختمانی در این انشاءات خدمت‌رسانی بهای بلند داده برای سهم گذاشتن در آبادی این مکان به صاحبکار اظهار منتداری نمودند. باید ذکر نمود که با مقصد استقبال سزاوار جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ولایت 6260 انشاءات تعیینات گوناگون و نقشه گرفته شده تا امروز 2809 عدد آن مورد استفاده قرار داده شده است که ثمره پایداری وحدت و سرجمی و تنجی و آرامی در کشور است. همچنین در این سفر رئیس ولایت خطلان دولتعلی سعید با مقصد شناسایی با روند کارهای صحرایی استفاده ثمرناک زمین نزد حولگی منزل استقامتی شهروند شمس قدرت واقع در دهه سیودره ناحیه شمس‌الدین شاهین را نیز بازدید نمودند. اطلاع داده شد که مساحت زمین نزد حولگی شهروند شمس قدرت 2 گکتار بوده. در آن درختان میوه دهنده از جمله سیب، نوک، زردآلو، گیلاس به مقدار 100 عدد در قطعه زمین نزد حولگی در میدان 1 گکتار کارتوشکا، 5 سوتیق پامیدور، بادرینگ و کدو کشت کرده شده است. گفته شد که شمس قدرت در خواجگی یاری رسانش یک سرچاروی کلان شاخدار ذات سیاه الا رو پرورش نموده خواجگیش را پوره با محصولات شیری تامین می‌نماید. ضمن صحبت با ساکنان رئیس ولایت دولتعلی سعید قید کرد که عامل‌های اساسی بلند برداشتن اقتصاد ملی در جمهوری تاجیکستان و بلند برداشتن مجموعه محصولات داخلی و رشد بی‌سابقه ساحه کشاورزی محسوب می‌شود. این است که تامین امنیت عضوقواری مملکت از هدف‌های استراتژی حکومت مملکت قرار داده شده است. با مقصد رسیدن به هدف مذکور ساکنان ناحیه را می‌باید زمین‌های نزد حولگی خود را ثمرناک استفاده نمایند. کشور ما برای رشد ساحه کشاورزی شرایط مساعد دارد. مسئولان ساحه را می‌باید دستور سپارش و سخنرانی‌های پیشوای معظم ملت را سرمشق کار خود قرار داده جهت ثمرناک استفاده زمین‌های کارم کمر همت بندند. افزود رئیس ولایت خطلان دولتعلی سعید.